سلام دوستان خوبم. به کانال شادونامه خیلی خوش اومدید. ما تو این کانال سعی میکنیم داستانهای جالبی که تو اینترنت پیدا میکنیم رو برای شما تعریف بکنیم. اگه به داستانهای ترسناک علاقه دارید حتما کانال منو سابسکرایب کنید و زنگولش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی عقب نمونید. تا حالا به بهشت فکر کردین؟ بهشت ممکنه جدایی از اون چیزی که ما فکر میکنیم و تو کتاب‌های مذهبی نوشته باشن باشه. شاید یک چیزی باشه متفاوت با هر چیزی که ما تا حالا تصورش کردیم. دکتر تریفاینگ تو فروم نو اسلیپ تو ردیت اومده داستان خودش رو در مورد تجربه‌ای که پس از مرگ داشته بیان کرده. اون اومده گفته که بهشت رو دیده و بهشت با چیزی که ما تصورش رو داشتیم خیلی تفاوت داره. به نظرم داستان جالبی می اومد. چرا که نه؟ بنابراین اگر شما هم به این داستان و به این سبک داستان ها علاقه دارید و براتون جالبه که بفهمید دکتر تریفاینگ واقعا چی رو تجربه کرده، حتما ادامه این داستان رو گوش بدید. من تو سال 2003 برای 6 دقیقه مردم. بهش اون چیزی نیست که همیشه بهمون گفتن. با احترام به آدم‌های مذهبی ولی حس می‌کنم باید این داستان رو تعریف کنم. اون سال من 15 سالم بود. مثل هر روز از مدرسه با اتوبوس برگشتم و داشتم 4 تا کوچه تا خونه رو پیاده میرفتم که یهو حالم بد شد. یه جوری بدون هیچ هوشداری حالت تعب گرفتم. همه چی تا اون لحظه خوب بود. نهارم هم مثل همیشه خورده بودم. یک استیک با سس مارینارا 1000 بار اینو خورده بودم، اما یهو بدنم سرد شد و عرق کردم. یه حس عجیب توی قفسه سینم پیدا شد. بعد فهمیدم قلبم داره خیلی نامنظم میزنه. انگار دیگه اصلا نمیتونم نفس بکشم. نفسم بند اومده بود و افتادم زمین. از اینجا به بعد رو دیگران برام تعریف کردن. افتاده بودم وسط خیابون. یه زن با ماشینش نزدیک بود از روم رد بشه. لحظه آخر ترمز زد انگار. پیاده شد و انگار خواسته بیدارم بکنه، ولی وقتی دید فایده نداره زنگ زد اورژانس که رسید فهمیدن قلبم ایستاده. رسما مرده بودم. بدنم آوردن بیمارستان. تو راه با شوک قلبمو دوباره راه انداختن. از اونجا یه داستان خیلی طولانی شروع شد. بیمارستان، عمل، دستگاه ضربان و کلی قرض که هنوزم خانوادم باش درگیرن. ولی خب قلبم الان سالمه و خدا رو شکر که هست، چون چیزی که اون روز تجربه کردم باعث شد که دیگه هیچ وقت از خدا بابت چیزی تشکر نکنم. آخه تو اون 6 دقیقه وقتی بدن بیجونم توی بیمارستان بود و 2 تا امدادگر داشتن جون میکندن تا زندم کنن، روحم از این دنیا جدا شد و رفت اونور. چیزای اونجا دیدم که کاش هیچ وقت نمیدیدم. شاید با گفتن این حرفا بشه کاری کرد که بقیه بهتر برای اون دنیا آماده بشن و دیدگاهشون نسبت به اون دنیا عوض بشه. اولش با یه نور خیلی شدید شروع شد. یه نور سفید همه جا رو گرفته بود، منو احاطه کرده بود. حس آرامش بهم میداد. دقیقاً همون چیزایی که تو فیلم‌ها و داستانا بهمون میگن. صلح، زیبایی، حس رهایی. احساس میکردم دارم میرم بالا. انگار نور داشت منو میکشون سمت آسمون. از چند تا دروازه رد شدم. اون لحظه گیج بودم. زیاد چیزی نفهمیدم، ولی یه حس پذیرش و عبور داشتم. حس میکردم اگه این در رو بسته بودن نمیتونستم برم جلو. در نهایت رسیدم به جایی که هیچ بود و شکلی نداشت. یک جور دنیای عجیب و غریب. فقط وقتی اونجا بودم برام معنا داشت. الان که بهش فکر میکنم حس میکنم هیچ آدم زنده‌ای نمیتونه اونجا رو درست درک کنه، چون اصلا شبیه دنیای ما نبود. اونجا تنها نبودم، چند تا موجود دورم بودن. چون از بچگی با دین بزرگ شده بودم اول فکر کردم فرشته‌اند. تو اون حالت غیر مادی حس کردم انگار بازوهامو باز کردم تا بغلشون کنم، ولی ناگهان حس کردم انگار قلاده انداختن گردنم. ترس و تحقیر تمام وجودمو گرفت. اینا اون موجودات نورانی و مهربونی که بهمون گفته بودن نبودن. اینا موجوداتی بی‌رحم و سرد بودن که منو اسیر خودشون کرده بودن. با خودم گفتم چرا من؟ بعد یه صدای خنده مانند به ذهنم اومد.
خیلی سرد و تحقیرآمیز. یه سری فکر و جمله مثل پرنده هایی که میان و میرن تو ذهنم ظاهر شدن و اونجا بود که فهمیدم اصل ماجرا چیه. جهان ما در کنار خیلی جهانهای دیگه فقط یک ذره کوچیک از انرژی کل هستی رو داره. این دنیا یه مزرعه است، یک مزرعه برای پرورش روح. روحت فقط تو شرایط خاص تو این دنیا شکل میگیره. واسه همینه که دانشمندا میگن جهان ما خیلی خاص و نادره، چون خود به خود به وجود نیومده. طراحی شده، ولی نه توسط خدای مهربون، توسط موجوداتی که فقط دنبال بهره برداری هستند. براشون مهم نیست ما چی میکشیم، هدفمون چیه. اینه که اونقدر رشد کنیم تا آماده بهره کشی توی یه بعد بالاتری بشیم. بیگ بنگ اتفاق افتاد که دنیا ساخته بشه، زندگی شکل بگیره و انسان به وجود بیاد. انسانی با هوش و آگاهی کافی که روحش ارزش برداشت داشته باشه. اونا روح ما رو توی اون دنیای بالاتر، جایی که زمان و مکان وجود نداره، برای بردگی استفاده میکنن و ما تا ابد توی اون بردگی میمونیم. اون 6 دقیقه توی بهش برام اندازه یه عمر گذشت. یک موجود بچه مانند اونجا بود که منو مثل اسب بازی دست گرفته بود، با هم بازی میکرد، از شکنجه روانی لذت میبرد، جوری اذیتم میکرد که حتی جهنمی که توی کتابا گفتن جلوش بهش به نظر میومد. وقتی فهمیدن هنوز وقت مرگم نرسیده، بهم گفتن نباید چیزی از اونا به کسی بگم. اگه ساکت بمونم توی اون دنیای بردگی یه ذره وضعیت بهتری خواهم داشت، ولی اگه رازشون رو فاش کنم بدتر از اون چیزی که تجربه کردم در انتظارمه. نمیدونم چی میتونه بدتر از اون چیزی باشه که اونجا کشیدم. اما ترسی که اونجا بود اصلا مقابل توصیف نیست. هفته‌ها سعی کردم برای بقیه تعریف کنم. همه گفتن که یک تجربه وحشتناک داشتی، دچار تروما شدی، هم قلبت ضربه خورده و هم روحت. کم کم دیگه بیخیال شدم. خودم هم باورم شد شاید فقط یه توهم بوده، یه رویای مرگ. مغز آدم وقتی داره میمیره یه جوری تصویر سازی میکنه. تا اینکه چند سال بعد یه نفر رو دیدم که ادعا میکرد خدا رو دیده. نویسنده‌ای بود که کتابی درباره تجربه نزدیک به مرگش نوشته بود و اومده بود شهر ما. توی مراسم معرفی کتابش شرکت کردم و بعد از مراسم باهاش حرف زدم. توی چشاش نگاه کردم و ازش پرسیدم واقعا خدا رو دیدی؟ لبخند زد و گفت آره خدا وجود داره، پر از عشقه، ولی برای شوخی هم که شده بهش گفتم که من حقیقت رو میدونم، اینه که هممون قراره برده بشیم. همون لحظه یه لرزش تو نگاهش دیدم، فهمیدم که اونم واقعا مرده و اون دنیا رو دیده، ولی توی کتابش دروغ نوشته. چرا؟ چون میدونه. اونم مثل من میدونه بهش واقعا چیه، اون جای ترسناکی که روحامون قراره برن اونجا. خب دوستان عزیز، این داستان همینجا به پایان میرسه. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارید حتما کانال منو سابسکرایب کنید و ازم حمایت کنید تا ویدیوهای جدیدی براتون بسازم. شما رو به دنیای سایه ها میسپارم. بدرود.